صبح که از خواب بیدار شدم دلم یه تغییر بزرگ میخواست. البته وقت زیادی هم واسه این تغییر ندارم. ساعت 2 وقت ناخون دارم. بعد از تغییر بزرگم هم باید برم حمام. سلام پیسلم، چقدر خوشگل نشستی. دستاتو چیکار کردی؟ پاهات کجاست؟ خوشگلم، نوش دکلوره، اکسیدان. همیشه یادم میره باید برای رنگ روشن 3% بزن یا 9%. اکسیدان 9%. اینو واسه آبی استفاده میکنم. اینو واسه روشن کردن موها که چیز زیادی هم توش نیست. عالی. رنگ آبیمه که چی میخوای تو؟ بذار من حرف بزنم. نه مواد لازم رنگ کردم. پیدا کردم کاسه‌شو پیدا کردم. چقدر ظرف دارم. عمرن هم وقت کنم بشورم. من جدا یادم نمیاد از 3% استفاده میکردم یا از 9%. چون اکسیدان کم دارم اول اکسیدان رو میریزم ببینم چقدر اصلا میشه درست کرد. من یه سوال دارم، اگه از اون اکسیدان بریزم خراب میشه مثلا چی میشه؟ فعلا یه قاشق بریزم. من یه قاشق هم زیاده. یه ذره هم از 3% بهش اضافه میکنم. کی به کیه؟ برم ببینم یه لباس پیدا میکنم واسه یه خرابکاری خوب باشه. خوبه دیگه، اگه رنگم بریزه روش عمرم اینجا مشخص بشه. من چجوری این همه مدت اینا رو تحمل کردم؟ ماما اوناست دیگه، همینو باید. چقدر زیاده. فکر کنم واسه 6 پا. یادم میاد تابستون بود آخرین باری که رنگ کردم، چون کلا تو فکرم بود که نه بذارم مشکی بشه. بعد دیدم خیلی بورینگه. آدم مگه چند سال زنده است که موهاش همش یه رنگ باشه. پشتشو جرئت نمی‌کنم رنگ دیگه ای بکنم، ولی جلوش احساس میکنم فانه یه رنگ دیگه باشه، یه کوچولو یه رنگ دیگه باشه. دیشب یه صداهای عجیب غریب اومد، گرخیده بودم. بعد اینجوری بود. ترسیدم گفتم چی داره میشه. ترسیدم گفتم فندی چیزش شده، که البته فندی هم بود ولی خب عادیه واسه اینا، ولی هیچ وقت اینقدر صدا نداده بود. خیلی باحال. من نمیدیدمش، فقط صداشو میشنیدم. تا اومدم برم سمتش دیدم تموم شد، اومد بیرون گفت مثلا همیشه قور میزنه الکی. دقیقا الان اینجوری، چون عادیه، چون گربه ها خیلی موهاشون رو لیس میزنن. بله اینجوری است، عادی. یه کیسه میذارم روش، کیسه اینجوری میذارم روش. بعد میرم یه ذره سشوار میگیرم بهش، چون خیلی سرده. وقتی هم سرد باشه رنگ نمیگیره. واو داره قهوه‌ای میشه. نفرین. برو ادامه بده یکم دیگه کلا رنگ بگیری. با این لاک خوشگل میشه، ولی متاسفانه اینا آخرین روزشونه. الان میخوام این مدلی بزنم، خیلی دوستش دارم. ساده است ولی خیلی خوشگل جذابه. ای نری تو ابرومو رنگ نکنی. دلم میخواد یه کوچولو بزنم توی ابرومو یه کوچولو، یه هوا. یعنی اصلا از ابروی رنگ روشن خوشم نمیاد. ابرو فرم میده به صورت، هر چقدر شما روشن‌ترش میکنید کم میزنید به صورتتون. از من گفتم اینقدر مونده، به نظر تو چیکار کنم؟ فندی رو رنگ کنم باش؟ وای چقدر دوست دارم بزنم، ولی بعد یه نفر دوست داره هر روز گربه‌شو یه رنگ کنه مثلا. خیلی گرسنمه ولی هیچی ندارم بخورم. تخم مرغم رو دیروز تموم کردم، نگاه کردم دیدم خامم خراب شده، خامه رو ریختم. الان یه مربا دارم. اگرم بخوام سفارش بدم بیاد برسه بخورم دوباره یه عالمه وقت میگیره.
امروز باید صبحانه رو بذاریم کنار. رفتم بیرون واسه یه ناخون، به احتمال زیاد چیزی بگیرم بخورم. چقدر روشن شد. بذارم یکم دیگه بمونه، هر چقدر میتونه روشن بشه روشن بشه. چی میخوای تو؟ من ببینم چه فکری بکنم واسه گرسنگیم. حالا یه چای درست کنیم ببینیم چی میشه. که میخوام دیگه روشن تر از این بشه. البته من واسه آبی که میخوام همین کافیه، خیلی هم زیادی روشن شده است. برم بشورمش که شروع کنم به زدن رنگ آبی. دیدم دکولارو زیاد بود. موام هم همینجوری بذارم بمونه. زرد عقدی شده. یکی دقیقه هم نداشتم بمونه. حالا نمیدونم اصلا تغییر ایجاد کرد یا نه. باید برم تو آینه نگاه کنم. خب بریم سراغ رنگ آبیمون. اینم اکسیدان. به نظرتون ابرا میذاره زیادی روشن نشد؟ تاریکی. همین زرد عقدی خوبه. آبی شد. با دست نرم توش نمیفهمم 100% همه جاش رنگ گرفته یا نه. زیاد نمیذارم، این 5 دقیقه رنگ میگیره. حالا خوبه رنگش نره. دیوانه. پس میرم حمام، بعد شما میبینید چی میشه. خوشگل شده. خدا هیچ وقتی ازم نمیگیره، ولی نمیدونم چرا اینقدر دیر به دیر این کارو میکنم. یه چیزی رفته تو چشمم. دیگه الان وقت آنچنانی ندارم. الان باید برم لباس بپوشم. البته نصفشو پوشیدم. کتامو بپوشم. بعدش برم ناخونامو درست کنم. این موهای فندی همیشه تو دهنم خوردمش فکر کنم. لباسامو بپوشم، برم ناخونامو درست کنم. بعدش بریم دنبال اون یکی دوستمون. بعدش بریم سگ چرخ بزنیم. یه غذا هم بدم به فندی. بعدش برم که دیگه خدا میدونه ساعت چند برمیگردم. فندی غذا میخوای؟ بودو بیا غذا. بودو بخور بسیار خوشگلم. وقتی گربه داریم. البته این شلواره رو همون موقع که خریدم یه عالمه پرز بهش چسبیده بود. میدونستم قراره باش عذاب بکشم ولی خب خریدمش. نخریدمش، کادو بود، هدیه بود. دستشامو یه ذره خیس میکنم بعد میزنم به شلوارم. این تنها راهشه که این همه مو رو این موقع جمع میکنه. خب بگو فازت چی بود اینو خریدی؟ تو گربه داری، از این کارا نکن. این شلوار اگه کسی که گربه هم نداشته باشه داشته باشه اذیتش میکنه. دوباره یه چیزی رفته بود زیر مو، فندی دنبالش میگشت. بعد من نشستم زانوامو گذاشتم روی فرش. اوه مای گاد، بعد میدیدیم قشنگ شد خاکستری خالی. خورده بذارم همشو خورده. نمیدونم یه چیز گرمتر بپوشم یا همینجوری کت. چون ما هم بخوایم بریم معمولا نمیریم جایی که خیلی سرد باشه، میریم یه مشترک تفریحی چیزی. میذاریم اینجا. همین خوبه نه؟ اوکی. چرا این کارو کردم؟ الان شلوارم دوباره یه عالمه مو روشه. چقدر تو خوشگلی، چقدر تو نانازی.
گند زد تو موام با آخه آخه وسطش منم میزنه. آی 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 آی. بسه. خب من برگشتم خونه، رفتیم تیراژه. چقدر قیمتاش خوب بودن، همه هم تخفیف گذاشته بودن. بعدش رفتیم شام خوردیم، ولی من از تیراژه یه چیزی خرید کردم. از تیراژه هم اینو خریدم، عاشق رنگش شدم، به خاطر رنگش خریدم. پاییزه است یه جورایی، جنسش یه جوری حالت کبریتی و ایناست، نمیدونم میشه دید یا نه. یه چند وقت بود که یه مانتویی میخواستم که رنگی باشه، همیشه کرم و مشکی و اینا میگیرم دیگه، خسته شده بودم. خاطر همین چون عاشق رنگش شدم اینو برداشتم. اینم از ولاگ امروز، امیدوارم خوشتون اومده. راستی خونه‌مو دیدید؟ شینی ماینیه. امیدوارم ولاگمو دوست داشته باشید. تا ولاگ بعدی، خدا نگهدار.